السلام علیکم دوستان عزیز، روزتان بخیر. بر شما سلامتی خواهان هستم. خبر امروزه را برای شما پیشنهاد میکنیم. از شما خواهش تا آخر خوب با دقت تماشا کنید. $100 ایالات متحده آمریکا برابر به 931 سومانی و اینچنین 100 یورو برابر به 1086 سومن و 39 دیرم. دوستان عزیز، از شما خواهش در زیر ویدیو لایک کنید و به کانال ما ابونه شدن را فراموش نکنید. خداوند از همه ما و شما راضی باشد. و میگذاریم به کورس روبل. 1000 روبل روسی با کورس امروزه برابر است به 113 سومن و 50 دیرم. البته نشانات بانک ملی جمهوری تاجیکستان برای خبر امروز، یعنی که روز چهارشنبه 8 اکتبر. و کسایی که در خطای هستند، با خواهش بعضی از برادران، یعنی که 100 یوان پول خطایی برابر است به 130 سومن و 34 دیرم. و کسایی که معلومات دارین در کامنت‌ها نیز نویسین. و کسایی که در جمهوری قزاقستان کار و فعالیت دارین، خبر امروزه رو برای شما پیشنهاد میکنیم، یعنی که 10,000 تنگه پول قزاقستان برابر است به 172 سومانی. سلامت و سربلند باشید. سلام دوستان. سنجش شناسنامه خارجی یعنی که زاگرام پاسپورت برای شما مشکل شده است و شما نمیتوانید در کجا چطور بسنجید. و اما پیش راه این مشکل شما را گرفتیم. شما اکنون میتوانید در خانه نشسته پاسپورت های خود را بسنجید و جواب درست را بگیرید. تنها با طریق واتساپ با این برادر صحبت کنید. این برادر بر شما چیزی گفت همان کار را بکنید. البته جواب پوره و عمیق به شما روان میکنند. و امروزها هم ای کار را رایگان نمی شود کرد، یعنی که اینها حق کاریشان را نیز میگیرند. به شما برای کار